بزرگمرد شیعه جابر جعفی را بشناسید. جابر ابن یزید جعفی، جابر مرد بزرگی است. گاهی شرح حالشو فی الجمله براتون گفتم. جابر کسی است که میگوید علمنی ابو جعفر 90,000 حدیثا لم احدث بها احدا. میگه امام باقر سلام الله علیه به من 90,000 حدیث یاد داده که یکیشو برای کسی نگفتم. ببینید چه ظرفیتی داشته بود. ما تا یه چیز کوچیکی یاد میگیریم فوری میخوایم همه عالم طبل بزنیم که اینو بلد شدیم. تازه اونایی که بلد نیستن میان دروغی جست میگیرن. این چه مردی است، چه بزرگی است که میگه 90,000 حدیثا علمنی. نمیگه حافظ تو، نمیگه حفظ کردم 1000 تا حدیث، 90,000 حدیث. میگه امام به من تعلیم داد و من یاد گرفتم. 90,000 حدیث از امام یاد گرفته باشه و لم احدث بها احدا. جای شکی نیست که جابر ابن یزید جعفی یکی از بزرگمردان مکتب تشیع افراطی بود و بر این امر علمای اهل سنت نیز اتفاق نظر دارند، چون وی یکی از خرافه‌گرایان عقیده رجعت یا برگشت بعد از مرگ امامان شیعه و مخصوصاً امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، آن هم برای انتقام گرفتن و اتمام ادای وظیفه خلافت بود. اما او علاوه از اهل سنت در نزد شیعیان هم از اعتبار ساقط است. و از آنجا که این بزرگ مرد است، امام صادق رحمه الله در موردش چنین می‌فرماید: عن زرارة بن عاين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال: ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. آقای زراره که خود پرونده سیاهی دارد از احادیث جابر جعفی از امام صادق رحمه الله میپرسد. امام جواب میدهد: او را در نزد پدرم یک بار دیدم، نزد خودم که هرگز نیامده. جالب اینجاست که در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 151 آمده که وی 140,000 حدیث از امام صادق روایت کرده، در حالی که طبق روایت فوق امام صادق دیدار با وی را منکر می شود، تا چه برسد این که از او 140,000 حدیث روایت کند. پس آخوندهای رافضی باید به یکی از این چند پرسش پاسخ گویند. 1. کدام یک از این دو بزرگمرد عالم تشیع دروغ میگوید؟ زرارة ابن عاین یا جابر جعفی؟ 2. اگر زراره دروغگو نبود، پس آیا امام جعفر صادق خدای ناکرده دروغ میگوید؟ 3. اگر امام صادق و زراره طبق روایت شیعه دروغگو باشند و جابر جعفی بزرگمرد تشیع است، پس این خیانت بزرگ کتمان 90,000 حدیث اهل بیت توسط جابر چه حکمی دارد؟ منتظر پاسخ به این سوالات توسط آیات عظام تشیع هستیم.